چند ماه پیش وقتی داشتم دنبال یه سیستم میگشتم چشمم به مک مینی M4 افتاد. مدل بیس مدل مک با چیپ M4 و 16 گیگابایت رم. حالا میخوام بهتون بگم که بعد از چند ماه استفاده مک مینی ارزش خرید داره یا نه. اوایل همه چی عالی بود، سیستم فوق العاده سریع و بدون لگ، هیچگونه سر و صدایی نمیومد، بعد مصرف برقش هم کم بود، ولی واقعا واسه نظر دادن یه ذره زود بود. و بعد از چند ماه استفاده یکی از مشکلایی که من باش خوردم این بود استوریج دستگاه بود که به شدت کم بود و قیمتای اپل جوری بودش که نمیصرفید حافظه مثلا بیشتر بخرید، ولی میتونید با استفاده از یه دونه پورت تاندربولت 5 و یه SSD انکلوزر اون به عنوان یه SSD اکسترنال استفاده کنید که اینو میشه حلش کرد. بخوام بگم واسه کارهایی که من انجام دادم، یعنی ادیت ویدیو، ادیت مثلا عکس و یه سری کارهای آیتی که من مد نظرم بود، فوق العاده بود. یعنی هیچ جا من ندیدم این دستگاه کم بیاره. و اینم بهتون بگم رم 16 خوبه، عالیه، ولی اگه از رم بیشتر استفاده میکنین حتما اون مدل رو بگیرین. و اینم بخوام بهتون بگم یه سیستم جمع و جور کم مصرف و یه جورایی قابل هم باشه، حتما به سراغ مک مینی M4.